در 14 جولای 2024 در باتلر پنسیلوانیا ساعت 2:01 به وقت تهران حین سخنرانی دونالد ترامپ در جمع طرفدارانش تیراندازی اتفاق افتاد. گفته می شود دونالد ترامپ که در جمع طرفدارانش در باتلر پنسیلوانیا سخنرانی می کرد مورد حمله قرار گرفت و به سمت وی تیراندازی شد. دونالد ترامپ که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای 2024 هست، پس از سوء قصد به بیمارستان منتقل شد و فقط گوش ترامپ زخمی و صورتش خون‌آلود شده و تحت مداوا قرار گرفت. اما فعلا زنده است. فعلا مشخص نشده که حمله تروریستی از طرف کی بوده و پشت پرده این سوء قصد کیا بودن و هدفشون چی بوده. آیا واقعا میخواستن ترامپ رو بکشن؟ یا فقط صرفاً برای ترساندن ترامپ بوده؟ شما چی فکر میکنی؟